آره خیابون میتونی تست بگیری. بذار یه تیپترونیکیش کنم. دنده عقب معمولا تغییر نباید داشته باشه. فقط دنده عقب گیربکس مشکل داره، باید جلو تغییر داشته باشه. یه یک ویدیو درسته بکنم دیگه. همین انتها برو دیگه. استفاده کامل هم نیاز نیست داره. میدونم ولی استفاده اول که دیدیم من خودم نشسته بودم پشت ماشین، بعد به نظرم موتورش فقط یه ریز صدا میداد، اتاقش هم یکم صدا داشت. گفتم تش موتورش با 5 تومن، اتاقش هم 1-2 تومن میدی صدا گیری میکنی و حل میشه. فرداش این دهاشمون که الان ویدیوشون میذارم یه اتفاقی به تور ما خورد. یکی از فامیلای بچه ها بود، بعدا فهمیدم دایرةالمعارف 230 طرف. رفتیم باش بالا سر ماشین روشن کرد، کاپوتو زد. همین که کاپوتو داد بالا گفت کاپوت تعویزه. گفتم داشت دارن جک کاپوتو میزه کجا بگم؟ گفت وزنش فهمیدم تعویزه. بعد دیگه هیچی آجی نشست پشتشون اصلا یه کارهایی که من اصلا مونده بودم، پشمام ریخته بود. دیگه خلاصه اینو کنسلش کردیم چون گیری بوکسش هم فکر می‌کردم سالمه، گفت گیجی داره 10-15 تومنم که بهترین حالت اتومات ها گیر بوکس بیاری پایین 20 تومن یورو همینطوری اجرت میگیره. هیچ دیگه کنسل شد. داره بریم بریم دور بزنه. گیر بوکس 170 زده ولی بلاگ جدید آقا آپتین هستش. تست درایو ماشین. قبلا نشسته بودیم، الان یه چیزای جدید پیدا کردیم. میشه باز یکم 35 موتور خرج داره و گیر بوکس هم حالا ببینیم چه جوریه. بعد یه چیز دیگه هم فهمیدیم که جفت کمربندا قفل شده. یعنی یه بار تصادف کرده ایوگینا رو عوض کرده ولی کمربند عوض نکرده. بعد راه رفتنش خیلی بیشتر از این باشه تو حالت چیزش. این میشه یا به خاطر فشار فشنگی روغنش که خوب پمپ نمیکنه، خب یا خود موتور کانورتورشه. زن انجکتورش ایراد داره که هم سویت میکشم همه اینجوری کرد که سوت پاششش خیلی زیاده. خب یه جونم بگیرم محکم بشین. اینجا سالمه بد نی خیلی کشه. حسین از شیشه عقب میتونی عقب رو نگاه کنی؟ یعنی دود مشکی میزنی یا نه؟ بنزش که میرون اوه چه تقیی دود آبی داره؟ موقع تعویض دنده دود آبی داری نمیاد دارش کنن بوست مهمه. آها ایبگ رو میخوای ببینی؟ این معلومه این نوعه حاجی، این پوست ایبگ نوعه تریدر 370 میشه. من باشم واقعا نمیدونم. بروز هم داره آره؟ باید داشته باشه، من ندیدم. کنترل داره ولی تست نکردیم. کروزش اون بره آره؟ نمیدونم فقط فعال میشه ست میشه یا نه؟ کروز اینو بلد میشه فعال شه. پشتش اهرم داره. میدونم آره نه اول باید میگه منو بره که فعال شه. حتی صورت من بالای چرته باشه. ساعتی شیرات داره. خب منو خوب نمیتونه پخش کنه. خب موتور کانورتور جون نداره یا اینکه به عادل خود به قولی پمپشه که به قول ماشین راه نمیبره.
سوت انجکتورش، یعنی انجکتور ایراد داره که دود مشکی هم برداره که اون داره ماشین بک میزنه، احترام ناقص داره. خود پیستوناش روغن سوزی داره که دود آبی داره، تایپش ایراد داره، یعنی سرسکن ایراد داره. این موتور و گیربکسش هم. گیربکس چی؟ گیربکسش هم گفتم ساعتی و بکنیم گیربکس. این هی داره میره بالاتر. گفتم با همون موقع گاز میدی ثابت بمونه رو 1800 تا 2100 این حدود. و کمربندش گفتم یعنی اگه تصادف هم نداشته باشه، منم کلاج بگیرم. اگه تصادف هم نداشته باشه یعنی به قولی از پشت یه ضربه شدید داشته که اینا یهو کشیده شده، یعنی که نه هم یه ایبگ وا شده آجی مطمئنه. ایبگ وا میشه دو تا با هم قفل سالم بود. من اینکه شاسی ها رو بریده باشن تعویض کرده باشن مستقیم. آره الکو واسه دیویسیشه ترکیده لکاتو بکنن تو پاچه داشت. نظرت چیه؟ خوابی؟ بیداری؟ لو امو سلام داشتم. سلام علیکم. خب توضیح بده. چی میخوای بدونی؟ چی برات بگم؟ این دکمه ها رو بگو همه رو. اینا که شیشه خودم، خب شیشه عقب خودم، شیشه عقب خودت، خب شیشه خودت. اینا چیه؟ 4 طرفه است. خب گرمکن شیشه عقب، خب در جعبه. صندوق عقب دیدن. آره. اینم که شیشه عقب قفل. قفل کودک. اینا چی؟ بالا پایینشه دیگه. آها یه بالا یه پایین راست آره، می‌بینی نیاز دیگه بالا پایین. میزنیم. چارت شیشه اتومات داره. این جزء اولین ماشین بعد این راستی جزء اولین ماشینی بود که کمربندش هم تلسکوپیه و دو ایبگ این خط آنتنه. آره. این خطه که می‌بینی رو شیشه تا پایین هم هست همینطوری. این آنتن ماشینه. اون چراغاته. چراغ پارک هم داری؟ چراغ پارک هم دارم ولی چیزش الان خراب. مثلا چراغ شبشه، نور پایین، نور بالا از این ور با این دسته فعال میشه، یه دونه تک بزنی. بعد برای مهشکن ها این میشه مهشکن جلو، این هم میشه مهشکن عقب. و اگه بخوای پارک کنی رو این قسمت یکی میاری چراغ پارک راست سمت میزنی، یه دونه این ور میزنی میشه چراغ پارک چپ و یه دونه رو به اون ور میشه چراغ پارک راست. چی بال مال بنز چی اونو میزنی بعد راهنما رو میزنی. تا کروز که نداره. هنوز خودم نفهمیدم به چه دکمه اس او اس احتمال داره اینجا کار نمیکنه. خب اینا میکروفوناشن، دو بر میکروفون داره. این میکروفون داره. بعد الان اینجا دو تا چراغ مطالعه داره که باید اینجوری میتونی جابجاش کنی و چراغ اینجوری میچرخه. آره. اینجا یه چیز باحال داره، یه داشبورد برای راننده داره. جای عینکیه. جای عینکی و چیزا مثلا این دستکش اینجا. من فکرم جای فیوزه پشمام. نه جا فیوز که بعدش. فیوزت بعد کجاست؟ فیوز اون زیر جا داره. اینم بکشی جلو از همین قسمت یکم جو چیزش کنی به از اینجا هم به فیوز جا داره. رلای بخاری تو فلان اینا. آره از اینجا رو. آره اونجا. خب الان فهمیدیم که پاور ویندو هم خود ماشین فابریک داره. آره. شیشه پای ماشین قفل کنی. برقم بعد در اومدن سویچ قطع نمیخونه. یه چند ثانیه بعد قطع میشه. آره ولی بعدش که مثلا الان ما ماشین رو قفل کنیم قفل کن. شیشه خودشون میرن بالا. خب اون یکی هم چه برعکس اومد پایین آجی. اون به خاطر دوباره رفت بالا. نه این چیزی هنگ کرده شیشه دودیش. ریل شیر کرده گیج میزنه. یه قابلیت دیگه که داره دست جلوی شیشه باشه بسته نمیشه. ببین میخوایم یه چیزی رو تست کنیم که امیدوارم استوپ شیشه. امیدوارم که دست خب اوتو رو بزن. شیشه اوتو. چکرم ایزا خوبه بزنین تست کنیم. برمیگرده. مشتری اومد. هودی دنده داره، مال این فصل خیلی مناسبه ولی این فابریک نیستش. بدین ساوج بلاغه. فشار عجیبی لومه. بریم آقا لوسیفه فرنی و بستنی بگیریم. بچم گشنش. یه دونه فرنی ماهیتون گرفتم، یه دونه هم یه چیز بود اسمش پوچه. خوب شبیه هم فرنی توش تیکای پاستیل تور داره. حالا انشالله که خوشش بیاد. پوچو میخوام بدم آقا لوسیفر. چه شبیه استفرا یه جور بسم اینم دوست داره. بیا بابا بیا. بزن ببین ردیفی باش.
نظرت چی بود؟ ها؟ بالا رو نها نکن دیگه، نمیدم بهت، همینه. چطور بود نظرت؟ ساسیج پارتیه دایی. ببین عزیزم، سوسیس ها وقتی که دمای 75 درجه فارنهایت نزدیک میشن شما سوسیس ها رو باید بریزید. بعد موقعی که از حالت صاف و فلت به حالت محدب در میان کرف میشن شما میتونید اینا رو برگردونی. قربانه. بعدش ما زرده ها رو بعد این تخم رو رختیم با وسیله یه حالت نایف میشکفاییم اینجوری و این فوندانسیون توسط این تخم مرغا که به عنوان ساروج استفاده میشن که محتوانم کوچیکه، لایه بعدی رو ما سقف اول رو اجرا میکنیم روی فوندانسیون. قربونه. حالا نتیجهشو ترجیح میدم نذارم، حالا کیک ما دیازه شد میذارم. بعدش هم درشو میذاریم تو حال خودش بشه تا خودش بگیره. اوا تو اینجا چیکار میکنی الکو؟ برو بخوا. شد نتیجه کار. آشپزی واقعا یه هنره که من از اون بی بهرم. باز خوبه اینو میشه خوردن. یه لقمه زدم قابل خوردن بود. اکثر مواقع 80% قابل خوردن نیست چیزایی که درست میکنه. بعد مربی عزیزم اگه داری این ویدیو رو میبینی داداش به قرآن نوشابه و سس و اینا زیرو ها. فکر نکن من رعایت نمیکنم. آره دل سرد نشو ازم عزیزم.